عرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان همیشگی کانال ما. امروز رو خدمت شما هستیم تا با هم دیگه یکی دیگه از استراتژی‌های ترید رو بررسی کنیم و در انتهای همین ویدیو روی لایو بازار از این استراتژی تست میگیریم. خیلی سریع میریم سراغ توضیحات استراتژی امروزمون. از دو تا اندیکاتور تشکیل شده که من از قبل به چارت اضافه کردم تا ازشون بک تست بگیرم. از روی چارت حذفشون میکنیم تا با هم دیگه به چارت اضافهشون کنیم و تنظیماتشون رو انجام بدیم. اول از همه یکی از نمادهای بازار فارکس یا کریپتو رو برای خودتون انتخاب کنید که اینجا من ارز LTC رو انتخاب کردم. بعد از اون تایم فریم خودتون انتخاب میکنید که برای این استراتژی شما میتونید تایم فریم های بالاتر رو هم انتخاب کنید، ولی توصیه من این هست که توی این استراتژی که امروز دارم بهتون آموزش میدم از تایم فریم 15 دقیقه بالاتر استفاده نکنید و تا تایم فریم 15 دقیقه رو من از این استراتژی بک تست گرفتم و نتایج خوبی رو داشت، ولی بالاتر از 15 دقیقه رو بهتون توصیه نمی‌کنم. خیلی سریع میریم سراغ اندیکاتورهایی که باید به چارتمون اضافه کنیم. توی قسمت اندیکاتورها میایم توی این قسمت سرچ باکس اسکالپر والیدیلیتی رو باید تایپ کنیم. دقت داشته باشین که ما این اندیکاتور رو نیاز داریم. اسکالپرز والیدیلیتی فیلتر از این نویسنده به چارتمون اضافهش میکنیم که میشه این قسمت پایینی چارتمون به صورت یک اسیلاتور هست. برای تایم فریم های مختلف لازم نیست تنظیماتش رو تغییر بدیم و با همین تنظیمات میشه تایم فریم های مختلف رو باهاش ترید کرد. بعد از اون اندیکاتور دوم رو باید به چارتمون اضافه کنیم. توی اندیکاتورها میایم توی این قسمت CCI رو باید تایپ کنیم که میشه این اندیکاتور، به چارتمون اضافهش میکنیم. برای تنظیمات اندیکاتور CCI باید توی قسمت تنظیمات بیایم. قسمت‌های مختلفشون نیاز نیست تغییر بدیم، فقط لنتش رو روی عدد 150 میذاریم. توجه داشته باشین که برای تایم فریم 1 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه باید روی 150 باشه، 15 دقیقه روی 100 باشه و بالاتر از 15 دقیقه به نظرم روی عدد 70 تا عدد 60 عدد مناسبی هست برای CCI که میشه این نمای کلی چارتمون. باید از این دو تا اندیکاتور استفاده کنیم برای فعال کردن سیگنال های خرید و فروش خودمون. اول سیگنال بای رو توضیح میدم. دقت داشته باشید ما دو تا شرط داریم برای سیگنال بای. یکی این که خب روند ما یک روند تقریبا رنج رو به پایین بوده، از اینجا میشه گفت تقریبا یک روند رو به بالایی رو شروع میکنه. زمانی که روند رو به بالا رو شروع میکنه هر کدوم از این اندیکاتورهای پایین یا اندیکاتور اسکالپرمون باید این به اضافه های یا این ستاره های آبی رنگ رو برای ما ظاهر کنه یا اینکه CCI اون بیاد بالاتر از عدد 100. دقت کنید هم خط آبی میشه هم خط زرد، هیچ فرقی نداره، هر کدومشون حتی یکیشون هم برسه هیچ مشکلی نداره. بعد از اینکه حالا ما اینجا اول این ستاره‌های آبی رنگ رو داریم که بالاتر از این خطی که خود این اندیکاتور مشخص کرده اومدن، زمانی که اینجا این ستاره ها رو می‌بینیم ما میتونیم آماده این باشیم که اگر CCI به ما تاییدیه رو داد وارد سیگنال لاین بشیم که دقت کنید توی این کندل که بذاریم ما ببینیم میشه این کندل به ما اجازه ورود به معامله لانگ رو میده. یک بار دیگه من پیداش کنم، این کندل بود. ما اجازه داریم وارد معامله لانگ بشیم. حد ضرب پایین‌تر از لو قبلی و حد سود معامله 2 هست که اینجا می‌بینیم خیلی راحت به حد سود 2 برابری ما رسیده که بعد از اونم دیگه شما میتونید تصمیم با خودتون معامله رو ریسک کنید با قیمت پیش برید یا اینکه توی همین ریسک ریوارد 2 کل معاملتون رو ببندید. این بود توضیحات ما برای معاملات لانگ. حالا معاملات فروش رو هم بهتون توضیح میدم. برای معاملات سل یا معاملات فروش توجه داشته باشین روند تقریبا از این نقطه یک روند رو به پایینی رو شروع میکنه و اینجا هم میبینیم که اندیکاتور اسکالپرزمون داره ستاره‌های مختلف رو ثبت میکنه. وقتی این ستاره‌های مختلف رو ثبت میکنه یعنی اینکه حجم معاملات توی بازار زیاده و ما میتونیم معاملات مختلف رو انجام بدیم بر اساس تاییدیه‌ای که از CCI میگیریم. حالا دقت داشته باشیم برای معاملات فروش زمانی که یک روند شروع میشه ما منتظر این ستاره‌های بنفش رنگ هستیم. اگر ستاره‌های بنفش رنگ رو دیدیم میتونیم آماده این باشیم که اگر CCI به ما اجازه ورود داد معامله فروش رو باز کنیم که دقت کنید ما اینجا ستاره‌ها رو داریم. میتونیم آماده باشیم که توی این نقطه دقت کنید، بذارید من CCI رو بیارم. توی این نقطه اولین کندلی هست که عدد CCI ما پایین‌تر از -100 رو نشون میده که میشه این کندل. ما میتونستیم وارد معامله فروش بشیم
حد ضرر رو میتونم بالاتر از این هایی که اینجا هست بذارم و حد سود معامله 2 هست که اینجا می‌بینیم خیلی سریع به حد سود 2 برابری ما رسیده و بعد از اون دیگه میتونیم معامله ریسک فری کنیم، با قیمت پیش بریم که اینجا یک حد سود بزرگتری رو به ما میداده. ولی در بعضی از مواقع هم هست که توی همین قسمت یک رنج رو میزنه و روند عوض میشه و حد سود خودمون رو هم ازمون پس میگیره. و چند تا نکته هم باید مد نظرتون داشته باشین. در ظاهر این اندیکاتورها و این استراتژی آسونی به نظر میرسه، اما حتما باید خودتون روی چارت های مختلف و اون تایم فریمی که خودتون میخواید کار کنید حتما ازش بک تست بگیرید. در صورتی که وین ریت مناسبی داشت میتونید از این استراتژی استفاده کنید و حتما مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رو مد نظر خودتون داشته باشین. توی هر معامله قانون 1% ریسک رو رعایت کنید و فقط 1% از تمامی سرمایه‌تون رو وارد معامله کنید. اگر تا اینجای ویدیو همراه من بودید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. بریم روی لایو بازار ببینیم که این استراتژی توی لایو بازار به چه صورت عمل میکنه. ارز XRP تایم فریم 1 دقیقه. دقت داشته باشین که ما اندیکاتور اولمون اینجا ستاره‌های آبی رنگ رو ثبت کرده و CCI مون تونسته به عدد بالاتر از عدد 100 برسه. وارد معامله لانگ میشم، حد ضرر رو یک مقداری کوچیک‌تر میکنم و حد سود معاملمون رو حد سود 2 میذاریم که حد سود استاندارد کانال ما هست و حالا منتظر میمونیم تا نتیجه تریدمون رو ببینیم. ارز VLD تایم فریم 1 دقیقه. دقت داشته باشین که ما اینجا ستاره‌های آبی رنگ رو داریم. CCI تو این نقطه تونسته عدد 100 رو به بالا قطع کنه. وارد معامله لانگ میشم. حد ضرر جای مناسبیه. حد سود معاملم رو 2 در نظر میگیرم و حالا باید منتظر بمونیم تا نتیجه معامله دوممون رو ببینیم. ارز سولونا تایم فریم 1 دقیقه. توجه داشته باشین که ما اینجا ستاره‌های بنفش رنگ رو داریم. CCI مون هم عدد پایینتر از 100 رو نشون میده که وارد معامله فروش میشم. حد ضرر بالاتر از های قبلی هست و حد سود معامله رو 2 در نظر میگیریم و منتظر میمونیم تا نتیجه تریدمون رو ببینیم. ارز LTC تایم فریم 1 دقیقه. دقت کنید که ما اینجا ستاره‌های آبی رنگ رو داریم. پایین هم CCI مون تونسته عدد 100 رو به بالا قطع کنه. وارد معامله لانگ میشم. حد ضرر پایینتر از لو قبلی هست و حد سود معامله رو 2 در نظر میگیرم که حالا باید منتظر بمونیم تا نتیجه معامله‌مون رو ببینیم.